بیشتر مردم آمریکا فراموشی دارن. خانم مارک یه تحقیقاتی رو انجام داده که چرا آدمای آمریکا بیشترشون فراموشی دارن. دلیلش اینه که بالای 144 بار آدما گوشیاشون رو چک میکنن و تو ایران نشون داده که بالای 144 بار در روزه. تحقیقات نشون داده زمانی که شما داری یه کار مهمی رو انجام میدی یا داری یه کتابی رو میخونی، اگر گوشیت زنگ بخوره و اگه یکی صدات بزنه، شما 23 دقیقه و 15 ثانیه زمان میبره که شما برگردی به اون موضوع کتاب خوندن و غیره. حالا شما صاحب یه کسب و کاری، کارمندی یا تمرکز کردی یه موضوع مهمی، اگه هر بار 23 دقیقه و 15 ثانیه زمان ببره که برگردی به اون موضوع، چه بلایی سر آدمه. حالا اگه میخوای راهکارشو بهت بگم، عدد 144 رو برام بفرست تا مشکلت رو حل.